دان دوی کاراته داشت، همسرش دان دوی کاراته داشت. یعنی چی؟ وقتی مثلا کمربند سیاه گرفت میشه یک، دوباره تمرین میکنه، بعد برای دان دو هم میده 6 و 7 و 8 و 10. همسرش دان دوی کاراته بود. گفتم چه سریه؟ گفت شیخ ما در آمریکای جنوبی داریم زندگی میکنیم، وسط کفار زنهای ما با وقتی مجبور میشن برن خرید بخونند، اونجا گرگه ها زیادن، باید مسلح باشن، اگه یک و دو باش که اونجا چه بخوابونش. دخترای ما باید ورزشکار باشن، باید باور باشن، باید بفرست دانشگاه تا درس بخونه، با حجاب باشه، مؤمن باشه، عقیده داشته باشه، بفرست تا ماما بشه، مربی بشه، مهندس بشه. ما خیلی دخترای خودمون داریم اهل سنت الان خیلی بیدار شدن توی این مناطق تا گاوبندی بهده و اون طرف اطراف بستک، من بهشون در تماسم، میام خونه مشکلی دارن، سوالی دارن، همه سال دوم سوم پزشکی و تو قسم رادیولوژی و مهندسی دارن میخونن و با کاملترین حجاب اسلامی چه مطرح میشن تو کلاس و تو خیابون. چه فکر کردی تو؟ کار کی ملاییه؟ تو چی دیدی؟ بیا حرکت بکن تا ببینی. اسلام باید تمامی وسایل خوشبختی که مسلمان خوشبخت میکنه، تمامی امکاناتی که روی این زمین هست برای مسلمانه، باید نه و احسن ازش استفاده بکنه. و اینو با شهامت بگم، هر مسلمانی که بزدله و جوانه و میترسه اظهار وجود بکنه، سرش رو زیر خاک بزنه، مردنش بهتره. مسلمان باید چه بتونه اظهار وجود بکنه و شخصیت استقلالی و ایمانیش رو هر جایی که مطرح بکنه و پرچم نباشه خودشو ببازه. جوانم، من با عقل تو دارم صحبت میکنم، برو دکتر مهندس بشو، هرنگ به تنها طلبه چه پیش نمیره. امروز این مشکل چیه؟ اونهایی که میرن درس دنیایی میکنن با دین مقاصد بیگارشون کردن، گفتن این تخلف ردیته. اونهایی که میرن زمین فوتبال ورزش میکنن میگن نه شما که ورزشکار با مسجد نخونید. و اونهایی که میرن طلبه میشن و میرن چه مسجد میگن چه شما نباید درس بخونید، ورزش هم نباید بکنید. گوش بده، من یه روز سوار دوچرخه بودم تو شهر خودمون، رد میشدم از رو بلوار، یک دفعه چشم چند تا داره اینطوری و شیخ سوار دوچرخه هست. یعنی چی؟ همه تعجب کردن، گفت شیخ سوار دوچرخه هست. از شیخ باید شکنش بیاد اینطوری داری بشینه، مردم بیان دستش ببوسن. شیخ سوار دوچرخه هستی؟ اگر اون لاف برای تچرخ بخوره منم تچرخ میکنم، کلاشو میگیرم گاز میدم، این کلاش چرخ جلویش بلند میشه. این غیر از اینه؟ غیر از اینه؟ تچرخ کردن میده چیه؟ کلاشو بگیر، گازو بده، پا رو بلند بکن، دنده رو بزن، یک دفعه چرخ جلوی بلند میشه، میره رو چرخ. من تو باید پخته بشی. اما یک جوان خام و احمق اجزاز موتورش رو پاره میکنه، بعد گاز میده تو شهر، خیلی صدا میده، خبر نداره، کلش دیگه پوله، هرچی هست سنوار بازوش میکنه و سونی اطلس زیبا اندام و آمریکایی سیاپوست و کشتیکش بازی میکنه، مشهوره سونی اطلس، بدنش هم مثل عقربه. وقتی تو کوچه راه میره گاز میده، کشور اگزاز صدا میکنه، بعدم نگاه که اگزاز موتورش میکنه که دود میکنه یا نه، هی نگاه میکنه، خوب دود میکنه ولی خوب دود میکنه، برو که رفتی، خوب رفتی، راه برو بیراه مرا بیا عزیزم، تو قدرت داری. اسلام 3 قوت میخواد در تو تقویت بکنه. اسلام یک مؤمن قوی از 3 بود میخواد، 1 قوه فکری با مطالعه مفید، 2 قوه عضلات با انواع ورزش ها و 3 قوه روح با انواع عبادت ها. حاضرم؟ هر کسی فقط درس کن عبادت نکرد این چه احمق، این عالم نیست. هر کسی ورزش کرد و عبادت نکرد و دنبال علم نرفت و علم خدایی و علم شرعی، اینم باخته. هر کسی نماز تنها خون، اینم باخته. اینم اسلامی میخواد. المؤمن القوی خیر و احب الی الله من المؤمن الضعیف. اسلام یه نمازگزار ورزشکار با سواد عالم و روشن میخواد. از پیرا گذاشته جوانا،
من درد دل جوان دارم میکنم، خودم جوانم، به خاطر پیرمردا و ریشسفیدا آمدم، اما تعداد ریشسفیدای بالای 60 بشماری چند نفرم و تعداد جوانا بشماری. اگر من تا صبح صحبت بکنم اینا تکون نمیخورن، همینجور که ایستادن خستم نمیشن. میدونن از کجا آمدن؟ از فرامرزان، از بستک، از سودرویه، از اونجا، از جاهای دیگه. خواهرام فکر نکنید تعدادشون از شما کمتره. تو ماشینا پر از خواهرها بود. یه سفر ما تو نوروز آمدیم اینجا تو مسجد سوخر، شب بارندگی بود، عروسی برادرمون احمد از سوخر بود. فردا اعلام کردیم شب که فردا ساعت 8 برای خواهرها صحبته، یکی از خواهرها برای خواهرها صحبت میکنه. اینو بشنوید. مسجد پر شدن، همه چادر سیاه، همه با هیبت، با کمال حجاب و اخلاق و متانت و تنگی و شرم حیا. بعد صحبتو که خواهرمون صحبتو تمام کرد، منم چند کلمه‌ای صحبت کردم، من سریع رفتم بیرون، به خواهرها گفتم خداحافظی بکنید بیاد بیرون. دیدم که تأخیر کردن. بعد که سوار ماشین شدیم و میرفتیم تو راه، اون خواهرمون که سخنرانی کرده بود گفتم چرا تأخیر کردی؟ گفت یکی از 13 مادرها منو گرفته بود، انگشترش در آورده بود که بگیر. گفتم بابا من انگشتر نمیخوام. گفت نه من دوست دارم، من خوشم آمده، من دنبال شما میگردم که دخترای ما را ارشاد بکنید، نصیحت بکنید. من از خوشحالی این انگشتر ما هدیه به تو میدم دخترم که 4 کلمه برای خدا و برای رضای خدا به خواهرای مسلمانت توی این منطقه گفتی. میگه هر کاری کردم، زور از اون و زور از من. بعد گفتم ما به خاطر این کارمون نمیگی. گفت این هدیه من راضیم. گفت نه من تو رو دوست دارم، بیا پیشینه تو میبوسم، اما انگشتر مال خودت دیگه هم میام. چون این مادر از خوشحالی نتونست محبت خودش رو جلوش بگیره. چطور جلو خوشحالیش بگیره؟ تنها چیزی که براش ارزش داشت و دوست داشتش انگشتر تلاش بود. در آورد. شاید شوهرش تو جوانی انگشتر بهش داده. چطوری به خاطر صحبت خدا و رسول خدا انگشتر 40 ساله که پوشیده در آورد، گفت خواهرم و دخترم میگیره، بیا برای دخترای ما صحبت بکن. خواهرها دست کم از شما نیستن عزیزان من، همه دست به دست هم میگه و تعاونوا علی البر و التقوا و اعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا. به تنهایی نمیشه عبادت خدا کرد، دست جمعی لازم عزیزم. شخصی رفت پیش عالمی، گفت من دوست دارم خواب پیغمبر ببینم، چه کار بکنم؟ گفت 2-3 روز غذا نخور خواب پیغمبر میبینی صلی الله علیه وسلم. مرده دوست داشت پیغمبر رو در خواب ببینه، رفت پیش عالمی گفت من دوست دارم خواب پیغمبر ببینم، چه کار بکنم که خواب پیغمبر ببینم؟ گفت 3 روز غذا نخور خواب پیغمبر میبینی. 3 روز غذا نخورد، روز 4م شبش خوابیده بود، یک دفعه خواب دید. خواب پیغمبر نه، خواب دید که یک سفره جلوش انداختن، این ران مرغ و این گوشت بریانی و این ماهی و این میگو و انواع سالات و نوشابه و همه گذاشتن سر سفره، فقط آستین بالا داره میخوره. از خواب که بیدار شد صبح رفت پیش عالم، گفت جناب شیخ همینجور آدم راهنمایی میکنن؟ من گفتم میخوام خواب پیغمبر ببینم، نه خواب ماهی و رون مرغ و گوشت بریانی. اینجور آدم راهنمایی میکنن؟ دست رو در نکنه. شطور در خواب بیند هم بدانه. مگر خواب پیغمبر دیدن الکیه؟ همینطوریه. من میخوام خواب پیغمبر ببینم. حالا علتش چیه؟ اینجا رو نقطه رو نگاه بکن، چقدر ظریفه. عالم چقدر دور میبینه. به اون گفت 3 روز غذا نخور تا خوب تو فکر غذا باشه و فکر غذا بخوابه. آدم وقتی 3 روز غذا نخورده همش غذاست، میخواد بخوره، همه میخواد خواب پیغمبر ببینه، نباید بخوره 3 روز. دکتر گفته نخور. اما روز سوم دیگه چه؟ دیگه از طاقت در رفته بود، همجور خوابیده و خواب دید که داره بیخوره. بعد بهش گفت وقتی اینقدر که تو فکر این غذا رفتی، این 3 روز که این تو خواب غذا دیدی، تو فکر پیغمبر و زنده کردن سنت پیغمبر شدی، مو به مو اون موقع که خواب پیغمبر رو همجور که خواب غذا دیدی میبینی. دوست داری خواب پیغمبر ببینی؟ تو 3 روز غذا نخور. عزیز دلم آگاه باشید. این غذا رو چه تو فکرش بود، دوستش داشت، فقط خواب غذا دید.
اگر من و تو عاشق خدا باشیم، عاشق راه خدا باشیم، عاشق دین خدا باشیم، تو نگاه کن تو خواب چیه؟ تو بیداری میبینی. خواب که چیزی نیست، تو بیداری میبینی. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. اگر اهل ده شهری ایمان آوردن و تقوا پیشه کردند، درهای برکتم و رحمتم، برکت آسمان رو باز میکنم بر روی اونها. نگاه کن چیزی که نمیباره. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین. کافی که یک قدم بیایی. حاضری عزیزان؟ کافی که یک قدم بیایی، 99 قدم خودش میاد. تو آهسته آمده اون دوان دوان میاد تو در آغوش میگیره و عجائب زمین و بالا دنیا و آخرت رو به نشون میده و کشف الغطا میکنه و پرده رو بلند میکنه. تو نیامدی که عجائب ببینی، همش جلو میکنی. اسلام مشکل حل نکرده. تو چه اندازه از اسلام انجام دادی؟ اسلام مشکل حل نکرده. اسلام خیلی مشکل حل کرده. مشکل تو که نخواستی حل نکرده. تو نخواستی. گردنبند طلا گردنشه، ناخنش همین. من اخیراً توی روزنامه دیدم طولانی ترین ناخن 1 متر خورده در هند. ناخن این انگشتش. تو مجله ازش تعریف و تمجید کردن. طولانی ترین ناخن ببینید و بشنوید. آقای فلان فلان در هند روزن اینطوری داده اینجا عکس گرفتن. وقتی اینجا خالیه و اینجا خالیه، افتخار به ناخن. اسمش تو مجله نوشتن. این آقا چه خواسته؟ وقتی جوان ما ناخنش اندازه. چند تا از دوستان تعداد ناخن مصنوعی آوردن پیش من، گفتن شیخ تو اینو دیدی؟ گفتم این چیه؟ این ناخن عزیزان من ناخن قد بلند بود. ناخن هر 5 تا انگشت به اندازه این، ناخنش به اندازه این. مصنوعی میخرن، از دبی میارن، با قایق 2 ساعت میخرن میارن برای نابود کردن دخترای من. گفت این وقتی میخوان دخترها و زنها برن بازار، برن عروسی، چسب مخصوص داره، میزنن زیرش، میچسبونن روی ناخن که مالی. بعد مانکو میکشن روش، وقتی برگشتن میکشن چه چسبشو میکنن، دوباره چه میگذارن تو کمد برای مراسم دید. گوش بده. آدم خدا نکنه که ایمان دل از ایمان تویی بشه. جوان مسلمان گردنبند طلا گردنشه، ریش سبیل بسیغه، موی سر از اینجا زده اینطوری، آلمانی زده، ناخنشم. شما باورتون میشه که بعضی از مردا و بعضی از جوانا ابروشون رو میزنن، بند میزنن. واقعا در داوره. در حدیث وارد شده هر زن مسلمان ابروش رو بند بزنه، هرچند که پرخوش باشه، موی تو صورتش در بیاد چیز دیگر، اما ابروش رو بند بزنه، زیر لعنت رسول خدا صلی الله علیه وسلم وارد شده. هر کسی، هر زنی که میان دندونهاش فاصله بندازه، بتراشه فاصله بندازه، المتفلجات للحسن، زیر لعنت رسول الله صلی الله علیه وسلم وارد شده. هر زنی که موی سرش چون کوهون شطور بکنه بیاد بیرون، زیر لعنت رسول خدا صلی الله علیه وسلم وارد شده. هر زنی که عطر آب کلون بزنه بیاد بیرون که جوان و کباب بکنه، زیر لعنت رسول الله صلی الله علیه وسلم وارد شده. و تا زمانی که به خانه بر نگشته، زنا 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 کاره. هر زنی که کفش پاشنه بلند بپوشه در راه رفتنش میل بکنه و موت بکنه و به جوان و کباب بکنه، تا بر نگشته به خونه لعنت داره میشه. هر جوان پسری که خودش شکل زن در بیاره و هر زنی و دختری که خودش شکل مرد در بیاره، هر دوتاشون لعنت شدن. من ابرو بند زدن ابروی زنها و عروسها شنیده بودم. عروس خانم‌ها وقتی میبرن آرایشگاه توربهاری تنشون میکنند،
اون زن آرایشگر که ابروشون رو بند میزنه یا میچینه و قیچم دستش، ابلیس دستش داره، تق موی سر دخترای ما میچینه، دخترای مسلمان ها. مرد وقتی غیرتش سلب میشه، وقتی از قانون خداوند رو گردان میشه، اینطوری برش مسلط میشه. حالا اگر زن بیاد ابروشو بند بزنه میگیم شاید خب زنه، اما مرد امروزه چه؟ ابروشو بند میزنه، نه تنها صورتشو تیغ میزنه، سیبیلشو تیغ میزنه، بلکه یه پمادی هست میکشه که اصلا مو در نیاد به صورتش. چقدر زشت و قبیح به یک مرد با این استخونش که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن مرد باید خشن بشه. جوانای ما چطوری شکار میشن؟ از چه خوششون میاد؟ از ناخن بلند، یقشون رو باز بکنن، موی سینه‌شون نشون بدن، اگزاز موتور پاره بکنن، نگاهی دود موتور بکنن، سر عروسی ها شراب بخورن، ابروشون رو بند بزنن، انگشتر طلا، گردنبند طلا و یه سرخاب ماتیک و یه گوشواره دیگه مونده، یه چیز دیگه نمونده. چیه؟ تو باید شمشیر دست بگیری، تو باید کوله بارتو برداری حرکت بکنی مثل حنظله. حنظله عروسش و زنش تو حجله، حنای دستش خوش نشده، منادی جهاد، حی علی الجهاد، شمشیر رو بر میداره میره، با همسرش همخواب میشه، فرصت غسل نمی کنه، تو جهاد همسرش تو حجله نشسته، حتی بهش نگفت حنظله کجا میری، ای بر میگردی رو به سلامت برده هست. این که شمشیرش برداشت فهمید که حتما برای نصرت رسول خدا صلی الله علیه وسلم و برای نصرت دین خدا و نشر خدا و جهاد داره حرکت میکنه. زن تو حجله نشسته، حنای دستش خوش نشده، حنظله شهید شد، بر نگشت. صحابه رفتن حنظله بلند بکنند، دیدن که آب از سر کلش میچکه قطره قطره، مثلی که غسلش دادن. جبرائیل نازل شد، ملائکه نازل شد، گفت ای رسول خدا. صحابه گفتن حنظله آب از سر کلش میریزه. رسول الله سوال کرد از همسرش چرا حنظله تو معرکه آب از سر کلش میریخت؟ گفت با من همخوابی کرده، چون شهید غسل نداره، نمازم نداره، کنم نداره، با خونش شهید در راه خدا. عزیزان من، نیازی به نماز میت نداره، نیازی به نماز جماعت، نماز جنازه من تو که روش بخونیم نداره. درهای بهشت براش بازه و اولین قطره خونش در راه خدا، تمامی گناهانش آمرزیده میشه. از برکت خون حنظله است که این همه جوان رویده و این با سر پا ایستاده و اینجا روی زمین با این همه تواضع نشسته. من میدونم تو این جمع کسانی هستن که بعضی جیبشون خیلی عالیه و میتونن شهری رو بخرن، اما تو نگاه کن چطوری خاکی نشستن اینجا. این راه خدا بهش میگن راه تواضع است. تکبر با این راه نمیخونه عزیزم، دلم، سرورم، پدرم، برادرم، نور چشمم و فرزندم، خواهرم، برادرم، مادرم، دخترم. تکبر با این راه نمیخونه. بعد جبرائیل گفت حنظله فرصت غسل نکرده، شهید شده، این غسل شهادت نیست. ملائکه آب از بالا آورده که اون غسل جماع بزنه. حنظله بر نگشت. در جنگ عزیزان من، بعد از اینکه صحابه دنبال مجروحین میگشتند و دنبال شهدا میگشتند جمع آوری بکنند، بعد از اتمام میدان معرکه یک دفعه صدای بلند شد خیلی حزین، گفت آب. صحابه دویدن که صحابه خنجر خورده، نیزه خورده، شمشیر خورده، آب میطلبه، گلوش خوش شده. سرشو بلند کردن، آب آوردن که بریزن تو حلقومش. نفر دوم گفت آب. این صحابه اولی که نیاز به آب داشت و مجروح بود گفت آب بدید به برادر دومیم، شاید تشنه‌تر باشه.
دویدن برادر دومی بلند کردن که آب بهش بدن، سومی گفت آب، رفتن به سومی بلندش کردن که آب بهش بدن، جان تسلیم کرد، آب ننوشید. دویدن به دومی، برگشتن بلندش کردن که بهش آب بدن، جان تسلیم، جان آفرین کرده. برگشتن به اولی که آب طلبیده بود که آب بهش بدن، اونم جان تسلیم، جان آفرین کرد و آب ننوشید. هر ستا شهید شدن و عیسی تا آخرین لحظه عمر شد. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چنین سربازایی و چنین برادرانی که در چه وقت عجیبی نیاز به آب پیدا میکنه، دیگه برادرم بده شاید کشی سربازه. اینها رو تربیت کرده دین به وسیله این ایثار و فداکاری و این حرکتی که شما داشتی انشاءالله نسل آینده دیندار میشه و همطوری که ما صحابه رسول الله جزای خیر میگیم و دعای خیر میکنیم، نسل آینده اگر شما درست وظیفتون انجام بدی برای نسل آینده اونها هم بر شما رحمت و درود میفرستند. نابردران جان میسر نخواهد شد، موز آن گرفت جان برادر که کار کرد. من یک دست نمیتونم کاری انجام بدهم و تو با من همگام نباشی. من خیلی ضعیفم. من اول دستم پیش اون بلند میکنم، بعد دستم پیش برادر و خواهرم بلند میکنم. من به شما نیاز دارم در موفق شدن در این راه. پشت محمد صادق پردل خالی نکنید، پشت علمای خودتون خالی نکنید. هر شهری که عالم دوستن و صحبت خدا و رسول خدا و علمایی که میراثبران پیامبرانند و الانبیاء لم یورثوا درهما ولا دینارا انما ورثوا العلم و من اخذه بحظ وافر. مردمی که عالم دوستن و به علماشون احترام میگذارند و بزرگانشون احترام میگذارند و گوششون منتظر شنیدن ندای الله اکبر و لبیک گفتن، اونها همه خوشبختن. هر مردمی که هم نصیحت میکنن همدیگه رو و هم نصیحت میپذیرن و از نصیحت بدشون نمیاد، اونها خوشبخت دنیا و آخرتن. اونها در آینده دکتر و مهندس و ماما و مربی و مصلح و عالم و دانشمند و ایثارگر و فداکار دارن. عزیزان من، اگر بگن منطقه بستک به شهر هرنگ و کوخرد و جنا و فرامرزان و تودرویه و عطاف و بستک و عرز، هزار تا لوتی داره افتخار نیست، هزار تا مخنث داره افتخار نیست، هزار تا موساد داره هرنگ. برید هرنگ رو ببینید، هزار تا موساد داره افتخار نیست، سرتون بالا نمیاد به خدا قسم. اما اگر بگن برید هرنگ رو ببینید، استاد بزرگوارمون شیخ عبدالکریم محمدی استاد من بوده. من میدونم که خوشش نمیاد از این حرفا، اما به نعمت ربک فحدث. من باید علما رو معرفی بکنم تا شما برید استفاده رو بهید و قدرشون رو بدونید. تو شهر ما سرور همین روزی که خبر وفات شیخ بزرگوارمون شیخ محمد زیایی در مردم پیچید، زنی از زنهای جماعت مسجد ما در سرور همون شب خواب دید. میگه خواب دیدم که کل آسمان و زمین همه تاریک شد، کل این منطقه همه تاریک شد. گفتم خدایا این تاریکی مال چیه؟ بعد گفت تو هم در مسجد سخنرانی میکردی و مردم میگفتی ای مردم بید خارج از مسجد نگاه به آسمان بکنید، همه تاریک شد، دنیا تاریک شد، علتش چیه؟ بعد صبحش بلند شدم خبر دادم که زیایی وفات کرده. با مرگ عالم و موت عالم منطقه تاریک شد. مشعل نور بود، نور هدایت بود، هدایت عرفان بود، راه خوشبختی رو روشن کرده بود. خاموش شد. مردم تا زمانی که نور روشن بود 25 سال چشم